یه قرآن تاریخی دستنویس به دست ما رسیده. بیایید فقط هنر این قرآن و کاری که روی این قرآن شده رو ببینید و لذت ببرید. بذارید باز کنم این قرآن رو. بسیار با احتیاط باید باش رفتار کرد، چون سالیان سال از عمر این قرآن زیبا میگذره. جلدش رو نگاه کنید، یه جلد تمام چرم طلاکوبی و طلاکاری شده، گل و مرغ‌هایی که تماما با دست کشیده شده. صفحه اول قرآن رو باز کنم، سمت شما برگردونم. تاریخی که اینجا خورده سنه 1314 هجری قمری. دو صفحه اول تماما طلاکوب کار شده. این هنرهایی که می‌بینید تمام نقاشی دسته و هیچ گونه دخالت دستگاهی داخلش نبوده. وسط قرآن رو باز کنیم، حاشیه‌های دورش تمام طلای، بین هر آیه نقطه‌ای طلا گذاشته شده و صفحات آخرش که برام جالبتر از هر چیزی بود، این تاریخ‌های